الرحیم. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. اما بعد، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله اینک امروز خداوند فرصت داد به شما عزیزان انشاءالله هم صحبت شدن. خدا سبحانه و تعالی امروز انشاءالله صحبت ما درباره انشاءالله خدا خواهد یعنی علم. امروز انشاءالله خدا خواهد در تمام روی دنیا خدا خواهد امروز روز دانش، البته علمگیری است. به این مناسبت همه انشاءالله خدا خواهد یعنی مربیایی که تربیه میکنن فرزندان و طالبانی که برای علم گرفتن انشاءالله امروز به جد و جهد به یک چهره کشاده به یک خرسندی قدم مونده سادیم. الله سبحانه و تعالی این مربیان این تربیه کنندگان کش و قوت و این طالب علم ذهنی برو خدا آن یعنی علمشون انشاءالله پر کاملا علم گرفته در آینده یکی از متخصصان و یکی عالمان و چی در دین و چی در دنیا خدمت بگردی انشاءالله یعنی فرزندای خوب الله سبحانه و تعالی باوری رسوند. جلال الدین رومی بلخی 4 مثله شعری میگن: خواهی که همیشه شاد و خرم باشی، هر جا که روی عزیز و محرم باشی، پاکیزه شو و راست بیزی علم آموز، که تاج نبیرگان آدم باشی. این عزیزان من این بزرگان اسلام هم انشاءالله ترغیب به چی میکنن؟ با آموختن علم و هنر، کسب هنر میکنن انشاءالله خدا خواهد. حتی که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان در چند جای قرآن کریم پیغمبری نازنین پیغمبری آخر زمان محمد صلی الله علیه و سلم امر به خواندن کرده است. اولین انشاءالله سوره که نازل شد در تمام روی دنیا برای اهل مسلمانان هم این چی بود؟ اقرأ بود. الحمدلله. حتی الله سبحانه و تعالی محمد نگفت دان فهم نگفت بلکه گفت بخوان. اولین آیتی انشاءالله خدا خواهد سوره علق اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بخوان به نام پروردگاری که خلق کرد. الله سبحانه و تعالی بینین امری که به چی کرد؟ اولین بخواندن و ترغیب بخواندن کرد انشاءالله. پیامبری بزرگوار نازنین محمد علیه السلام چی میگن؟ الله تعالی اگر به کسی انشاءالله نیکی بخواهد در دین فقیه این میکند. حتی اینکه ببینین که الله سبحانه و تعالی یک بنده نیکی انشاءالله بخواد و صاحب علم صاحب انشاءالله دانش میکرد. و در دیگر جای قرآن کریم سوره طه آیت 114 الله چی میگه؟ استعیذ بالله بگو ای پروردگارم زیاده بکن علم مرا. من ببینید که الله حتی ترغیبات با آموختن علم میکنند. برای این عزیزان من انشاءالله یعنی که مربیان و فرزندان عزیز خدا خواهد برای علم انشاءالله خدا خواهد رغبت کنید و علم را آموزین انشاءالله خدا خواهد سعادت این دنیا هم و او دنیا هم پیشرفت دین هم و دنیا هم با واسطه علم است. بار دیگر شما را به این مناسبت تبریک و مبارکباد میگیم. آموختن دانش شما خدا خواهد مانده نشید و استاذا باشد برای تربیت کش و قوت الهی را انشاءالله تمنا داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.